نکن اعوذ بالله من الشیطان بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. 5 چیز شما را ابتلا میکنیم، آزمایش میکنیم. از آزمایش نترسیم. وقتی خدا میگه من میخوام بندم آزمایش بکنم، میخواد تو رو به خودش نزدیک بکنه، نمیخواد تو رو دور بکنه. این دید منفی رو از خود دور بکن. یعنی خدا میخواد من آزمایش بکنه؟ درستش نباید تمنای ملاقات دشمن بکنید. نباید از خدا بخواهید خدایا من قویم، من آزمایش بکن. این ممنوعه. نباید بگیم من پهلوانم، منو با دشمن روبرو بگردم نگاه کن چه کارش میکنم. نه، این غروره. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. در هر غزوه پیامبر صلی الله علیه و سلم اتاقی گوشی میزد، دستش بلند میکرد قبل از اینکه 2 لشکر به هم بریزن. دستش بلند میکرد که این ردا از رو کتفش میافتاد، سپیده زیر بغلش پیدا میشد، از خود بی خود میشد. خدایا نصرت، خدایا پیروزید، خدایا وعده‌ای که به مؤمنین دادید، وعده‌ای که به مجاهدین دادید، خدایا اگر کمک نکنید بندگان تو، اگر نصرت نکنید، همجور دستشو میلرزن. نمیشه رو امکانات حساب باز کرد، اما رو خدا میشه حساب باز کرد. پس تمنای ملاقات عدو ممنوعه. نباید به خدا بگی من خیلی ایمانم قوی، من آزمایش کن. آیا تو صبر ایوب دارید؟ آیا میتونید مثل ایوب بگی و ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین؟ من و تو تا مریض بشیم میگه خدای شفا شفا شفا، دکتر دکتر، درسته که ایوب نگفت دکتر. ایوب گفت و انت ارحم الراحمین. هر مریض طلب شفا میکنه، ولی ایوب علیه السلام نگفت شفا 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 شفا. دردشو گفت ولی نگفت شفا، گفت انت ارحم الراحمین. من اعتقادم به اینه که تو ارحم الراحمینی. چه بسا گفتم شفا، سالم شدم، منحرف شدم، با این سلامتی اذیت و آزار رساندم. بلکه گفت و انت ادب نگاه بکن، تو که منو میبینید، این بیماری هم خودت فرستادید، ولی من اعتقادم اینه که تو ارحم الراحمینید. حتی تو این شرایط سختی که منو امتحان کردید، بازم نظرم از تو ای رب بر نگشته که تو ارحم الراحمین نیستی. تو ارحم الراحمینید. خیلی ادبه، چه شناخت کاملیه. تو شرایط سخت بیماریش به خدا میگه تو ارحم الراحمینی. الله اکبر. اما اگر خدا آزمایش کرد، چی رو باید بطلبید؟ صبر، استقامت. لا تتمنوا لقاء العدو. ملاقات دشمن رو تمنا نکن. اما اگر خدا قرار داد جلو دشمن یا دشمن حمله کرد، اول دستتو بلند کن. اول دست به اسلحه نه، اول دستو بلند کن. خدایا استقامت، خدایا استقامت. اگر استقامت نباشه تولی یوم الزحف میشه.